دوباره از سر سلام عرض میکنم خدمت یکی دوستان عزیز. نم چرا رفت؟ هر شاید که عرض میکردم مفاخر موسیقی ایران امشب، مفاخر هنری دیگه، کسانی که زحمت میکشن برای ما امشب در حقیقت یه تشکری از اونا هست با بازخوانی اشعارشون. مفاخر موسیقی فقط مثل آقای گرشا رضایی، ماکنبن، نمیدونم مسیح و آرش کامران، هومن و نمیدونم فرزاد فرزین، اینا رو امشب براتون میخوایم بخونیم که تجدید میثاقی بشه با این مفاخر هنریمون و لذت ببریم از آثاری که این مفاخر ساختن. ما امشب میزنیم و میخونیم که لذتش ببریم. خیلی ممنون که با ما هستید. شروع میکنیم از استاد بزرگ، بلند مرتبه، بلا منازع موسیقی، جناب آقای سیروان خسروی، که واقعا جوست خوندن و کوک خوندن ایشون در اجراهای لایو زبان زده عام و خاص، که ایشون توی اجراها که تو بازار سیاه هولوش 2 میلیون 4 میلیون اینا پول بلیتش میدن، میاد قوقا میکنه رو استیج، یه نوت از ایشون در نمیره. الحمدلله. یعنی شما اگه ببینی چه میدونم نیوار ضبط شده فالش خونشون هم فالش میخون، پاوراتی ای فالش خون آقای سیروان خسروی هم. شروع میکنیم یکی از مفاخر بلا منازع موسیقی، میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. از استاد سیروان خسروی. ببخشید. این روزا یه قابس خالیم، لاشیم، نمیدونی چه حالیم، عالیم، درست مثل یه دیوونه، یه دور بیا بریم خونه. نمیدونی بعد کردن چی شد، شیرم دوچار HPV شد. میدونم بر نمیگردی ولی باز ای کاش میشد. بعد تو دیگه حال من انو اسحاله، نبودی ببینی چقدر حالتم چون من گشاده. من با همه عشقم تو خونه میزدم، نبودی ببینی که دستمالای من پر آبه. بگو هنوز سایزشو یادته، عکس کیرم تو اتاقته. بگو هنوز یادت میاد زیر دست و پام چه گیری تو چالته. بعد تو دیگه سکسی رنگی نیست، هیچ جقی به این قشنگی نیست. میدونم بر نمیگردی ولی بکیرم که اصلا رفتی. بعد تو دیگه حال من جق و استمناه، نبودی ببینی چقدر کمرم خرابه. من با همه عشقم فیلم سوپر رو ساختم، خیلی سخته بفهمی که دستمال پر آبه. یه از آقای استاد بلا منازع موسیقی، کسی که واقعا رو استویج که میاد این آدم یه نوت ازش در نمیره. واقعا ممنون از این مفاخر موسیقی. ما خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم. ما خایمال شماییم، ما کیر شماییم. شما لطف میکنید برای ما میخونید. جناب آقای گرشارزای عزیز، عزیز جان، عزیز دل، کس ننه اونی که بهت گو پلی بک. شما مفاخر موسیقی هستی. بله میریم موسیقی بعدی، بریم ببینیم چی بزنیم. مثلا میریم سراغ آقای رضا صادقی. چه رای دور بریم؟ از مفاخر قدیمی مشکوپوشه، هنر جاودانه ایران. هنر جاودانه دارن ایشون. بریم. به دلا پا تو به من تا باورم میشه بیشمی، میدونم روش میشینی وقتی که شب میشم همین. تو که از دنیا گذشتی واسه لاپای من، چرا من نگذرم از یه کس و چون به اسم تن؟ به خیارم هم نبود داری منو ول میکنی، وقتی اینو میبینی به هر طرف شل میکنی. شل همون شله، شل میکنی. هر کجای دنیا باشم من به یادت جغ میزنم، سوپرا رو میبینم هی تون ورم میزنم. میدونی با تو پرم از صابون و شامپو، ببخشید نه، میدونی با تو پرم از کاندومه، نه بیزوی کم بیشتر. میدونی با تو پرم از کاندوم موزی، بی تو پرم از شامپو و صابون. در تو میذارمش تا بفهمی هیچکی نمیتونه جا تو بگیره. میدونی با تو، میدونی بی تو، میدونی در تو این مصر بوده که تونست گله کی رو بذاره. وقتی حتی پیشمی شیرم برا شم میشه باز، یه کمی دندون نزن قاچه کیرم شده دیگه باز. باورم نمیشه با تو دارم هنوز جغ میزنم، دست راست خسته میشه توف کف دست چپ میزنم. ممنونم که بچه بازارا هی عیب میکنی، هر چقدر شق میشه اما تو مدارا میکنی. هر کجای دنیا باشم با منی و کیر منی، نگران حال و روزم بیشتر از خود منی. میدونی با تو پرم از فیلم، میدونی با تو پرم از فیلم، میدونی با تو پرم از کاندوم موزی، بی تو صابون نداره هیچ توزی. در تو این خدا بوده که تونسته کله کی رو بکاره. خیلی ممنون. یه موسیقی دیگه تقدیم حضورتون کردم از استاد بلا منازع خانم‌باز موسیقی ایران آقای رضا صادقی. میریم سراغ این بدبختی استاد این مفاخر موسیقی ایران. این خاکوسی گرشارزایی چی هم خونده، یه دریایی من او دورو از شندم که میگفت خب یه تیکه از آهنگ کلن چون بلد نیستم این خاکوسی چیه داستانشو اینا، یه تیکه از آهنگ شنیدم که میگه دریا از مفاخر موسیقی ایران و جهان. میریم سراغ این تیکش. دریا یه کمی بده تو لاپا، سرشو خیس بکن بهش نکن هی ندا. دریا سرشو بده دست ما. همین در همین حد فقط بلد بودم. ای خاکس استاد بلا منازع موسیقی
آقای گرشا رضایی، آقای مفاخر موسیقی، مفاخر هنری این مرزبون. میریم سراغ در حقیقت اسطوره رک به لب و نزه ایران، یعنی کسخار آلیس کوپر، کسخار استیون تایلر، کسخار رونی جیمز دیو، کسخار تام یورک، سلطان رک ایران، سلطان رک ایران، آقای زنده یاد رضا یزدانی. بریم. بذار ببینم کدومشو براتون بخونم. یکم به مولد بدین، اینقدر زیاده تو ذهنم. الان براتون میخونم یه دونه کارای خوبش. بریم هم کمیش میخونیم. بریم کار داره به نام نیوار. ببین استاد بلا منازع رک ایران و جهانا، مفاخر موسیقی جهانن اینایی که تا حالا خوندیم. ای به بعدم میخونیم. کنار تاخچه یه بس کاندوم تاریخ نداره که هر کدومش واسه 1000 تا خاطره داره. کاندوم موزی، کاندوم پسته، کاندوم هولو، کاش تاریخا رو میشد عوض کرد فقط با خودکار. تو هر کدومش یه بس کاندوم تاریخ نداره. اگر بیام یه هم یادش چونت میذاره. با اینکه کاندوم همدم مرده خاطر سازه، حوض نمیشه جای تو با این صابون قرازه. یه مرد و چند تا کاندوم پاره دلخوشی من دقت همین آباماست. خیلی گذشته اما واسه من نبودن تو هنوز مهم آباماست. کاندوم گردو، کاندوم پسته، صابونه من فقط همین آباماست. کجای قصه بازی عوض کن که نیستی اما شورت تو اینجا بابا. ببینید میگن در یک نشریه‌ای جیمز هتفیلد یک مصاحبه کرده، خواننده گروه متالیکا. گفته بود من تا زمانی که آقای یزدانی وارد بازار راک نشده بود و متال، من یه گوخوری های گوش کناره میکردم. حالا ما تا آلبوم مستر اف پاپتس اینا رو داده بودیم. استاد یزدانی که میگن یهو وارد ای در حقیقت گرده چی میشه؟ با آقای کرام الکاتبین اجازه الان میارم بالا، گرده راک و متال میشه، میگه اصلا من میخواستم گروه رو ترک کنم که سال 2000 که رفت کمپ احتیاط ترک کنه. گفت من از ترس چونم که رضا یزدانی پوزمو نزنه، چون خب بالاخره کاپشن چرم، کت چرم، شلوار چرم، که من یه راکستار مگه باید مثلا چیا داشته باشم؟ چرمه رو باید بپوشه. به هر حال میگفتن ریده بود تو خودش. این هم یکی دیگهش بود. میریم استاد بلا منازعی که در اولین اجرا پا به استویچ که گذشت
بهش سریع تهمت پلی بک زدن. سریع بهش تهمت پلی بک زدن، گفتن این اول نجا اول آهنگ که من رو استیج خون. ولی اینا مفاخر موسیقی هن، اساتید موسیقی این مملکتن. اینا رو ما باید پاس بداریم. گرشا رضایی اینا رو به هر حال باید پاس بداریم. حالا یه موسیقی من از ایشون، آقای حمید کیراد، استاد بزرگ، میگن موزیک پلی شد، این تازه اتوبان همت داشت میره به سمت برج میلاد، او داشت یکی میخون. گر جان به جان من کنی، شیر بابای من تویی، سیخ نمی کنم رو تو، جام و جهان من تویی، نظری بلای پا کن، با یه گل بهار نمیشه، سر چیرم و صف بگیر که داره دیگه امضا میشه. شوخی مگه بذاره درش نخونی، تو مال منی ای چونده یه بچه چونی. شوخی مگه سرشو بدی به هوا، آبت بیاد پس نزنی رو ابرا. شوخی مگه بذاره درت نخونی، تو حال منی نشون به اون نشونی. خوشی مگه دلا بزنی به دریا، جا کشی کنی سهم ما رو هی ایشون زمانی که میخون میگفتم برج میلاد ایجو از این ور میرفت او ور انگو کیر، از اون میگو میتر کن سالونه. مفاخر موسیقی این شوخیه مگه؟ یکم با استاد عزیزمون کرام الکاتبین هم گپ و گفتی داشته باشیم راجع مفاخر موسیقی ما. آقای گرشا رضایی، استاد جان بیا بالو. ناصر دیگه بس، بیا سرشو هوا کن. ناصر نرو سولاخ دور بینوره. ناصر بابا، ناصر بابا، ناصر حالا لنگو هوا کن. اینترنت لاشی ناصر صدات نمیاد. بر بیرون دوباره بیو بهم ریکوست بده. خب شاید که خلاصه میرسیم مثلا به مفاخر دیگه موسیقی. به یادم بیاد خط خارکستا، استاد اشوان، چستر موسیقی ایران. واقعا استایل ایشون بنده رو یاد خدا بیامرز چستر خواننده لینکین پارک میندازه. ایشون که آدم کیف میکنه، یا مثلا آرش ای پی کامران اومن هست برادرو، این رو استیج اومد گفت که خیلی ها گفتن پلی بکه. ما مفاخر موسیقی ما اینا با احترام هست. ببین گفت که خیلی ها گفتن که یه آهنگور که میخونی چجوری قد جنب و جوش میکنی، احتمالاً پلی بکه. او آهنگو براش با گیتار زدن، شروع که با هم ونج ونجک کردن خوندن. اگه بگی یه نوتی در بره نه انگو نیوار ماشالله به طرز عجیبی یه گام دیگر رو داشت، یه گام دیگه میخون. این مدلاسیون خوانندگیه، یه تکنیک جدیدی. یعنی یه گام او بر میزنن، شما ای بر خوندن مدلاسیون میکن، گام شعبت. ببین این کار هر کسی نیست، این واقعا کار هر کسی نیست. بریم آقای پشمام. آخ که دیگه دلم میگه تموم دنیای منی، وقتی میای کنار من سری شورتو بده پایین. آخ که تو تک ستاره شبای کی رو دارمی، آخ کیرم تو پاشنمه وقتی میگی با منی. ای وای دارم میخندم ای به کس خالم، ای وای نمیدونم نباشی چون پارم. میخوام اینو همه دنیا بدونم که هر روز من توی رودت میرونم. بشین
یادم رفت. بشین بروی پایم میسازم تو بخوایم اگه یه روز تو رو نگایمت تموم کارم بشین تو روی پایم نباشی بیقرارم اگه یه روز تو رو نگایمت خراب حالم. استاد استاد پشمان مفاخر موسیقی انا گوسالا خاک تو سرتون نمیفهمین گاوین شما به قول آقا استاد گرشرزایی خاک تو سرتون اینا مفاخر موسیقی هن. گوسالا گاوا چونیا الو آقای گرشرزایی رعایتتون که باید کسکش جکشتون میکرد اونجور داری به این مفاخر موسیقی پلی بک صحیح هستن او مادر جن چی میگم مادر جنده او مفاخر موسیقی یکی کیه؟ آرون فشار. آقا آرون فشار آی کاتبین داستان درست شد؟ یه لحظه آقای کاتبین دوباره تست کنیم بعد بریم ادامه مفاخر رو داشته باشیم. آقای بدن ولوی کجایی؟ الو من لب مرزم مار گرفتن کسکش آخر در رفتی مار گرفتن لب مرز با 3 کیلو تریاک مصرف شخصی بود البته چون چیش تو قرار بود بری از حکم اعدامت فرار کنی از مرز بری بیرون دیگه من چه تریاک مجبور شدم فرار کنم این وثیقه من مونده ای میتونی بار یه کاریش بکنی این ورد و این زن هم میبرن میکنن چیرام ای من الان جای تو برم اونجا خب منو میگیرن میکنن تو هیچ کاری ندارن آج خانم هست حواسش به دست بهش تو رفتی از مرز خارج شدی الان نه من از مرز خارج شدم الان تو بلاد کفرم همین تو دارم الان افغانستانی درسته؟ ها نگاه راست کردی که میگم آی میخوای تا این بچه های لب مرز بهت نشون بدم قربونت نه نمیخواد قربون دست بچه ها تو لای من راست میکنن من هم چیکار نمیکنم خوبی باو جون چرا ما داشتیم از مفاخر موسیقی ایران داشتیم صحبت میکنیم مفاخر موسیقی هستن شما نباید ایجور در مورد عزیزوی دل من باشه ای آقای آران عزیزو بنده دارم تعریف میکنم از ایشون آفرین من واقعا یکی از آرزوهام یه آقای اران افشار بگیرم لپش بکشم یه ماچیش بکنم بشونمش همین رو با میگم تو هم ترکیه هم رفتی هم خارجه هم که رفتی باز خود چیری اینترنته چی رو هم تو اقبالت باشی من یه سیم کاردی گرفتم ولی بالاش هم زده 4G ولی نمیدونم چرا اقدر سرعتش کیریه صدام خوب میاد سیم کارت 4 گاف گرفتی 4 گاف بله اینا کیریه ولی خارجی ها تخم به خدا قربون هم ایرانسل خودمون رفت دوباره آقای کاتب کی رام تو اینترنت آقای کاتب می‌نویسید تصویر ما آقای کاتب کنم تو سر لب مرز با تیر زدنش پشتوان تایلوکس. خب ادامه میدیم میریم سراغ آقای آرون فشار که ایشون واقعا موزیسی بچگی ایشون بتوون گفته بود من انگوش به چون موندم که ایشون چرا چجوری عجیبه واقعا. ببینید آقای آرون فشار خیلی جالب بود ویالونیستی آورده بودن که ایشون با چوب داشت میزد این تمام سیمای آرشه پاره شد این چوب ویالون میگن آرشه بعد ایشون حالا کار نداریم که ویالون ادامه پیدا کرد و پلی بک که قطعا نبود ایشون میکروفون گرفت گفت که خیلی باید باشی که خیلی عجیب باید باشی که یک ویالونیست چوبش بشکنه ولی یعنی آرشه رو شد چوب اقدر خودمونی خاکی هست. از یک کار از ایشون میخونیم شیرم باش دوباره شیرم باش تو
گوش کنی بعد من فایده نداره شیرم باش توش ای اوریان کنونی ماه شب کیریم باش شیرم باش داد از جب سوی چشمام رفتم چون پار از جب کاسابون هی میزنم سوزاک از جب وای از جب کیرتوش یادم شرمنده بخوا اینا مفاخر موسیقی ایرانن گوسالا گاوا همالا بفهمید او یکی کی بود؟ یکی دیگه هم مفاخر موسیقی آقای رضا فامیل زیبای کیریش یادم رفت سنتی طور میخونه بگید رضای یادم نمیاد حالا به هر حال که میخون ایتا میکروفون بهش میدن اقدر آماده است همیشه دیوانه سریر میخونه خیلی جالب میخونه خیلی قشنگ میخونه فقط این شروع آهنگشی که برام رضا بهرام آفرین رضا بهرام این شروع آهنگشی که برام بنویسه که از کجا شروع میکنه تو رو قرآن بنویسید همین دیوانه اولش چی میگه کلمه جمله اولش بگید من بقیهش میگم پلیبک و کیر خر کجاش پلیبک ایشون مفاخر موسیقی هست شهر به شهر نه ای اونی بابا ای اونی چرا ای میخونه در پی کسننت شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه توفی کف دست زدم چراغا شانه به شانه چه عاشقانه آروم 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 آتش بگیرم اینجور نبود اصلا نمیدونم واقعا نمیدونم یادم نی واقعا هیچی ازش یادم نی اینا مفاخر موسیقی هن گوسالا خاک تو سرتون میگید پلیبک گاوید بیلیاقتی میریم سراغ همو این کاکا کونیو کی بود آرش و مسیح ای پی ببین این وقت میخوایی نهار بخونی باید صدات به مادر قهبه ترین حالت ممکن لش کنی یعنی صدا او مثلا اسم صدا هست مادر قهبه که الان جدیدن خیلی مد شده اینا مفاخر موسیقی هن گوسالا اینا سبک مدلاسیون در خوندن ره وقتی لایو میخونن یعنی موسیقی یه چیزی دیگه میزنن بریم ببینید صدای مادر قهبه که میگم اینجوریه انگو کیر تو دهنت نگاه جو میگه که نزه بشم هرچی میگم به هرکی میدم جوابمونه میذاره چونه کپل من میخوام با تو باشم توی خیام تنها میمونه حالت راست و قشنگ من بعد این کلمات نباید کامل بگی من نباید بگی من گوسفند اینا مفاخر موسیقی هن کس خلا میگه که وقتی تو رو میکنم هر کشم تا لای با تو قدیم بچه بشه
میخوام با تو باشم، جق بزنم روی کونه تا تنها باشم. تو میتونی بمونه، میتونی بسازه من اونجوری که لاشیا بشن آدم های ایشن. حال بده برونی کیرم و بمالش، فقط تو میتونی منو عاشق کنی. از این در کیلام کنگ شد. از کیل آدم که خیلی خوندن اینجوری سخت حق دارن رو استیج و کیری میخونن فارش میخونن. اینا مفاخر این موسیقی هن. گوساله ها خاک تو سرتون، شما نمیبینه زحمت میکشن برای شما. یا مثلا این ماکون بندم همین مدل چیزه، همین مدل صدای مادر قهوه ایه اینجوریه. بعد خود دیدی تنظیم هم همه یکی، چون مهر داره این موسیقی که فاخره، مهر داره همه شبیه هم باشه. الان ماکون بند صدای خنده ها هنوز میگوید کسیگمی. خیلی پایین تره صدای خنده ها، نه صدای مادر قهوه هم بالو بهتر. صدای خنده ها هنوز روی گوشمه، سکی که میزنی روی حالتی که میپوشمه. دیگه بتونم دندوناتو بشنوار، یه چیزی دیگه این دفعه رو کم نیا. هروار درا مادر قهوه بخونیش، هروار درا، حتی بجون هروار این زنو محکم نکن، نرو این چشمای درو نکن تو بدتر و نفسم میبره کسم که خوله بی تو از انهاره نتقیقش باره. البته این مفاخر بذار آقای ابراهیم زاده عزیز، ابراهیم زاده رشید و بلندقامت که واقعا هولوش 17-18 دنگشون صدا دارن، فقط تصویر ندارن متاسفانه. اینا خب خیلی جالب میخونه. اینا در صدا مادر قهوه نی، ولی همون حالت که انگار کیر زبونت گزیده، زبونت باید نصفه باشه، اینجوری میشه. تنه 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 یه ستاره تو آسانه، تقی میاد فک میزنی سرشو به هم میرسونه. اگرم تای عاشقیم من مستم روشیان یکی رو کلام بینمونه. این چیزایی توی دلمه که سرشو میلرزونه، آدم وقتی توش میکنه کیرم و میخندونه. این زندگی نمیشه پولای تو ارزونه، قیمت کسه کاله چقدر ارزونه. بیقراره نم طاقت نراره، حالا سری میاد سری جونشو به کیر تو میخواد سفت ماله. ریمیکس زدم بعدش. میریم قدیمی ها. شما اون موقع نم سنتون میرسی یا نه؟ او زمان مفاخر موسیقی ایران سردستشون گروه آریان بود. دو صدای مختلف، یه صدای خانومی و یه صدای بکنی. اینا هم کرده بودن تو هم به طرز عجیبی. این میگفتن شما باید با هم اجرا کنید. مفاخر اون موقع این شکلی بودن. این گروه آریان این مدلی میخون. خب میرسیم به این قسمت. اول او چیز میاد، او بچه صدای خانومو. دل افتاد گردون هر روز به انتظار دیدن یاره، اما تا تو رو میبینم سری کونه تو خوزاره. این گل افتاد گردون خیلی کونش میخواره، خیلی کونش میخواره به امید دیدن یاره. بعد اینجا سریع او صدای
موسیقی بکنو رو می آوردن فضا رو تلطیف کنه، اینجوری میکردن. یه روز از همین روزا چون تو رو میذارم، من از ویروس ایدز و اچ آی وی هیچ ترسیم ندارم. دونه 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 دوباره هزار تلطیف میکرد با صدای او. دونه 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 میکنیم در توی خونه ها رو، دونه 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 میذاریم چونه همه آدما رو. بعد 3 تا بکینگ وکال خانوم هم از مفاخر موسیقی اینا داشتن. اینا بودن اون زمان، اینطوری نبود. خلاصه مطلبی که اینا مفاخر موسیقی گوساله ها اینا مفاخر. یکی دیگه از امیر رقاص گلابی، موهاش رنگ میکنه، دیدید؟ خیلی قشنگی بچه. آقای امیر عباس از مفاخر موسیقی ما میگفت که عشق تو خوانندم کرد، عشق تو رانندم کرد، آخرش اما چی شد؟ مادر تو جندم کرد. عشق تو خوانندم کرد. چی رو تو عشق، چی رو تو کاس ننه او عشق، چی رو تو اول آخر، چی رو تو مادر او عشق، که این مفاخر موسیقی ماره خوانندش کرد. صحیح واقعا. میگفت که عشق تو خوانندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، آخرش اما چی شد؟ حالت تو جندم کرد. عشق تو خوانندم کرد، عشق تو خوانندم کرد، آخرش اما چی شد؟ مادر تو جندم کرد، مادر تو جندم کرد. اینا مفاخر موسیقی من، اینا مفاخر موسیقی ما هستن. گوسالا خاک تو سرتون. آقای گرشارزای کلش گیر میشه فوش ننتون میده رو استیج. اینا مفاخر موسیقی ما. گاوا شما لیاقت ندارید، شما گاوید، گوساله کیر تو کاسدانتون. برای چی میرید کنسرت مادر قبا که جو بهتون توهین کنن؟ خاک کاسا. کیرام تو دهنتون. اینا مفاخر موسیقی ما. کاسکشا کیرام تو دهنمونو واه نکن. اگه دیدی یه جایی هم پلی بکی یه جایی پخش شده، اینا خودشون وقت دارن موسیقی کار خسته میشن. خب خودشون هم یه موزیکی گوش کنن، نباید گوش کنن؟ من از شما میپرسم گوش کنن دیگه، گناه دارن. بذار یکم دیگه فکر کنم از مفاخر موسیقی. مفاخر موسیقیمون مثلا آقای محسن نامجو خودمون. البته دوستان درخواست دادن که ما 7-8 تا کار دیگه از سلطان راک و متال ایران، اولین ایرانی راک و متال باز که کت چرمی و شلوار چرمی پوشید و وارد دنیای راک و متالش کرد، آقای استاد یزدانی هم بعدش میخونیم. الان گفتم کی میخوام بخونم، یادم رفت، خدا به سر شاهد. کی بود این؟ محسن یگانه بود. کی بود این مفاخر؟ خواستم بخونم. یادم رفت، راست میخواد همین الان یادم رفت. او یکی دیگه جدید اومده بود، اسمش یادم از مفاخر موسیقیمون بود. اینم نامجو هم الان میاد. اینم ولی یاد اومد، نامجو یادتون بمونه. اومد اینم از اون صدا مادر قهوه یا ولی کلفته یه جوریه. نگاه تمرین کنید با من. چه میشه رد بشه از کوچمون، یه نگاهی
بکنی تو کونه بچه محلمون. تقصیر من چیه کیر من راست شده، چه میشه رد بشه از کوچمون، چه میشه رد بشه از کوچمون، پس اونو بکنی لب و لچمون. تقصیر من که خواهد گذبه شده، گیرم تو بچه های محلتون. انقدر کاس میدی کون میدی انگاری که کیرده، کون من راست ببخشید کیر من راست کرده و مثل یه شمشیرده. مادر قبه بام بساز انقدری که کون نده، کارتو میگم مگه ننه امون نده. چی بشه رد بشه از کوچمون، بذارن کونه بچه های محلمون. تقصیر من که نیست بیر من راست شده، مثل مادر دیاب رو جمون. استاد نامجو سلطان بلا منازع موسیقی آوانگارد ایران و جهان، ایشون فضای اتمسفریک راک آوردن که ایشون در یک مصاحبهشون خودشون اذعان کردن که من چون هنرمندم نفسی که میکشم خیلی مهمتر از او آدمیه که مثلا چه میدونم آرشگاه داره. شیرم تو نفسه. اینا مفاخر موسیقی هنر آوانگارد. حالا ایشون چی میخونه؟ ایشون میخونه که از پیاز جعفری گذر، از خیار آذری گذر، از کاسه امیوری گذر، از امزری گذر، از پیاز جعفری گذر، از پیاز جعفری گذر، دود سیگار را بگیر برو بمیر، کیر خر را به ما گذر، بزر به ما در گذر، به کیر خر گذر. ببین دیاز پام ده خوراندن خلق را، ببین چگونه پول میدهیم نفتاب و برق را، ببین چیر خر توی خلق را. نمیخوام اعتراضی بخونی مادر قبه، چیرم تو اعتراضت پیاز جعفری نمیخوام بخونی. اینا مفاخره موسیقی ما اینجوری. شادروان پاشایی انقلاب از قطعا بعد مرگش براش به وجود اومد. چرا؟ چون مفاخر هنر ما بود ایشون. خیلی مفاخر، یعنی ایشون که مرد انگاه آقا تختی، ایشون میخون که یکی هست تو قلبم که هر روز میمالمشونم، هنوز خوابه نمیاد نمیشه بیاد را میخواد، انگاری چشاش پر خوابه. یه دستمال یه صابون یه دست توف و جقو همه چیره من چه چاقه، نمیدونی واسه امت میسنوی تو دماغی و آدم کیف میکنه میشنم، اصلا آدم حال میکنه. یکی دیگه اون دل دنیا رو خون کردی، آبمو که آوردی، واسه اممو لون کردی، کتاب‌های انگو بوق دوو. اینا ای خدا بیامرز مفاخر موسیقی ما بود. گوسالا امقا خاک تو سر، به قول آقا گرشر زایی خاک تو سرتون. بیا یک کسکیشه مرجم راست میگه، مثال جالبی زد. بنداز خانوم او یکی خانومو که همه هست زندگیتون درگیره، همه زندگی چیر و کاسه ایناست، خانم دنیا کیر خریان، اینا اونان، نه مفاخر زندگی اینا، باید بهشون احترام گذاشت. گفت که اینم یکم صدا مادر قهوه‌ایه ولی کیری‌تر.
داستان جونت منار نوشت اینم مفاخر موسیقی. توجهی؟ خب به عنوان حسن ختام یک کارم از استاد یزدانی، استاد بلا منازع راک و متال، مفاخر دنیای، اصلا اسم میگن کاپشن چرما، ایشون دو سه تاش تو راک ان رول هال اف فیم هست، اونجا بیری گذاشتن به عنوان چیز داستان. یکی از کارهای معروفشو بخونیم چیه مثلا؟ یه آهنگ شادی هم داره، وقتی رو میخونه اسم میکنه داره قوقا میکنه، سالن منفجر میکنه. بریم. مثل جنده های تو بازار تو سرم، مثل کون مزلق شو با خودت، جور تازه ای تا کن با بدی، جور تازه ای بد شو نگران نباش، شق میشه کی کنم بی خیالی چی رو، جنده پولی تو بانک برنده شدم، مگه کسکش هایم بودن من واسه تو یه برده شدم، شلاق بزن در کونه واسه من مثل آب رو آتش، مثل کس کردن کونه من باز، با خود جور تازه واتون پاسو اسحاق، مثل فیلم های پرنستارایی. خب این کار وقتی میکنه واقعا اینا مفاخر موسیقی های ما هستن. به هر حال بعد اینم یه کار دیگه هم داشت، خوب توش کس میگفت، حرف کده بود، هر کلمه دیگه به ذهنش رسید دیگه باید استفاده کنه. میگفت که جای هرکی که میخوای باش، وقتی که هیچ کس جای هرکی که میخوای باش، وقتی هیچ کس دای پات نیست، میگم که خودش هم گران کو شدن نیست، توی پای تخت کونا با یه تخم پادشاهی، بیا سلفی بگیریم با آدمای اجتماعی. نباید بخندی وقتی رازی که زندگیمون میشناسی کسپونی ها رو، کس توی رانندگیمون با یه مش آدم کونی اجازه داریم زندگی بوده نزاستن با جنازه داریم یه جوری. های چی مفاخر فوت تسترون رو یادم رفت، یا مفاخر موسیقی من چرا یادم رفت، این فوت تسترو هست میخونه به نام بانی. این نهایتا در بهترین حالت تو هر کشور دیگه بود کارتون خواب بود. اینجا اگه خیلی بهش احترام میذاشتن این مفاخر، قطعا بهش میگفتن چی، یه فوت تستری چیزی، یه پیج 2 سکه‌ای بهش میدادن، میرفت برای غذا هم خورد گو میخورد. به نام بانی از مفاخر موسیقی ماست. اینو من براتون اجرا میکنم، یکی از کارشو. من شانس کیریم یادم. میگم که این کارو چی بود؟ میگه دیوونه. اولش چی بود بگید؟ بخونید اولشه. اولش ها یادم اومد، یا خودم یادم اومد.
بریم. نه نمیشه از تو دست کشید و بیکونه تو نفس کشید و نمیشه با تو چون کرد. مگه کسی هست با کیر من نتونه شقشه از این همه خودش رچه نمیشه با تو هرزگی کرد. دیوونه لایه با تو با کن چی رو همون صدا کن دیگه چشماتو با کن. دیوونه دیگه گذاشتم با تو پولم آروم با تو نمیشه جنده با تو. دیوونه دیگه دارم هوا تو آبم اومدم با تو نمیشه جای با نمیشه پاکر تو چونه. مگه کسی هست با اسم تو سالا بالا یه جهش میزنه میپر پایین خارکس کره زمین هم مدار خارج نکو با این جون مادر. اینا مفاخر موسیقی ما هستن. بهشون احترام بذاریم. آقای گرشا رضایی وقتی داره میگه خاک تو سرتون یعنی خاک تو سرتون. آخرش قطعا با رضا یزدانی تمام میکنم ولی قبلش یه دونه بنیامین هم راست میگن با بخونیم. بنیامین که نمیخوام مسخرش کنیم بنده خودم گفت اول صدا ببینم یادم میاد. میرم واسه میشم مزد میرم وقتی که مردم با دوستا با آشناهات بولم بگو بگیرم. یکی دیگه داشت اون خودش کسشعر بود میگفت ساعت کاندوم کسشعر باگر با حالا خوش میگلم خواهی پیار میار کندم نمیای کسشعر جاکش کسکش کنی لاشی قرم ساختن کیردان نمیگای خیلی فاخر بود. گمانه راست میگه ما این لات لومپنو یادم را بخونم. فرزین فرزاد این یادم را بخونم. اول ابتدا این صدا مادر قبلگینی هیچی نی. این تمیه که یه زمانی تمام خواننده ایران رعایت میکنن میخواست که با فریدون فروغی باشن. اینجور وقتی یاد تو میفتم باید تو هر نفس منم بگیره من جارومی ندارم بهت پول میدم کیرم نمیره وقتی اینجا چی بود؟ همه جا با تو هم عشقم میخوام تو چون بدی جلوی چشمم وقتی که کنو میکردی وقتی که آبت اومد به پاش تو چشمم میدونی دوست دارم میدونی کونت نه تو چونه رای پینک فلوید بخون کسکش. ترا من مفاخر موسیقی ایران صحبت میکنم ای کس شعر رو زیرو مینویسه کس ننت. پینک فلوید بخون. پینک فلوید سگی چیه؟ تا وقتی استاد فرزاد فرزین گرشا رضایی حامد همایون هست کیر خر پینک فلوید کس ننه راجر واترز همال عرض میکردم. میریم تو کوراسش. من که چونت میذارم تا همیشه هر کاری کنی راست نمیشه حسم با تو عاشقانه تو این کیر من یه بهانه است یه بهانه یه روز پولتو ندادم
رفتی کلی بازی کردی تو کوچمون، دور تو جمع شده بودم تو کن و کسکنای محلمون. همه جا لاتای عشقم، وقتی میکنم نفس در نمیاد، وقتی که کسچه میخونم نمیدونم چرا خندم نمیاد. من که جونت میذارم تا همیشه، هرچی بدی ما نمیشه عشقم با تو، یه بهانه سو بکن عاشقانه دوست دارم. این سندروم صدای خدا بیامرز بود که میگفت دیگه این اوزک با یاری رفتن. چرا فرهاد فریدون قاطی کردم، میکساپش کردم یکی اینجوری بود. بنده خدا این هم براش دعا کنید، از مفاخر موسیقی ها. ولی متاسفانه سرطان صدا داری، متاسفانه سرطان صدا داری. گفت که مظلومم یا بشین روی دستم. ایم عزیز پایان کارم با سلطان بلا منازع موسیقی راک و متال، از مفاخر موسیقی جهان که تو راک اند رول هال آف فیم شورت چرمش گذاشتن، استاد رضا یزدانی میخونم و از حضور همتون مرخصم. آخرش من صحبتی باتون میکنم که احترام بذارید به این مفاخر موسیقی. بریم. اسپاس میکنم تو رو از پشت این همه چوچول، تو کافه ساک میزنی وقتی میشینم روبروت، از راه که میرسه آبم یهو میپاسه تو هوا، فنجونه رو پر میکنی با کاس و کونی آسنا شاید که از راه که میرسی بازم خورشید خایمالی میشه، همینجا روی رونمون رود اشل جاری میشه. چند پولی هرچی که بدی حلاله، فقط تو کست بر مریضی و تبخاله. کافه خیابون خونه یا هر جا که باشیم نمیشه از سولاخ و آلتم جدا شیم. خب تایم لایمون هم داره تموم میشه. احترام بذارید به مفاخر موسیقی. امروز آقای گرشا رضایی عصبانی کردید، دیگه اذیتش نکنید. کاست نانتون اگه بگیرید کنسرت های اینا و بهتون توهین میکنن، فاشتون میدن به کیرم، نرید به خود